سلام دوستان عزیز، اومدیم دوباره براتون یه ویدیو بگیریم. دوستان ویدیوهای کوتاه میگیرم براتون به دلایلی. دوستان من نمیتونم ویدیو ضبط کنم، اگه میشد خیلی خوب میشد. دوستان خیلی چیزا رو خواستم بهتون یاد بدم، آموزش بدم. تو این ویدیو الان مختصرا دوستان سریع میخوام بهتون اسراف عمار مکان رو بگم که خیلی جاها نقل شده و میان حالا میگن سوره زلزال ها مثلا 7 مرتبه بخونیم برای اسراف عمار مکان و اشتاتن رو 3 بار بگین یا 7 بار بگین. دوستان با این کار اسراف عمار مکان انجام نمیشه. این فقط یک قدم از اسراف عمار مکان هستش. با یک قدم نمیشه اسراف رو انجام داد. دوستان من اسراف عمار مکان ایقموشیه رو میخوام براتون بخونم. دوستان دارم ویدیو عجله‌ای میگیرم و وقتشو ندارم، ببخشین دوستان. ولی این اسراف عمار مکان اصلی هستش و هیچ جا ذکر نشده و این رو هم من به شما هدیه میدم، انشالله که به دردتون بخوره. دوستان میخونم، مینویسین، حالا میتونین بعدن هم بنویسین. دوستان میخونم، حالا هر کی دوست داشت حالا میتونه سریع بنویسه، حالا هم اگه تونستین بعدن بنویسین. بیغموشن یعنی هر کلمه‌ای که میگم 2 بار گفته باید بشه. ایغموشن 2 بار باید گفته بشه. یلغموشن، الغموشن، مرغموشن. بعدش یرغموشن جلیل صاحب الاسم الكبير الأرض بكم ترجف والرياح بكم تأسف والأودية بكم تخفف والجبال تنزل أسماء الله نار محرقة محيط بكم يا أمار هذا المكان حتى تنصرفوا بحق ملك تارش ملك الأمار وبحق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على واتوني مسلمين مسرئين طائعين لله وتنصرفوا والملائكة تنزل عليكم من السماء بشهاب ثاقب والمحاريق وبسحب النار فتقطع أمعاءكم وتتركم مطروحين مسروئين محروقين. الله الله الله. الكلام كلام الله والعبد عبد الله والأمر أمر الله. الطاعة لله والأسماء العظيمة لله سلطان سلاطين ملك تارش ملك الأمار بحق يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران أحاط بهم واتردوا وابتلوا حركاتهم واسحبوا به أيها الأمار أنصرف حريمهم ويالهم من طريق الخدام أعزم عليكم يا معاشر الأرواح والأعوان أن تنزلوا بالسلاسل والأغلال في أعناق بحيبتكم ووغاركم واسمعوا وأتيئوا واتردوا وابتلوا حركاتهم يا أمار هذا المكان بحق يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس هم من دونه أولئك في ضلال مبين. انصرفوا حريمهم وعيالهم من طريق الخدام ويسير في غزا حاجتي حتى ينتهي عملي هذا بحق كتب الله لأقبلنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. حيا بخن بسلام أسرع بالرحيل في وقت هذا الوها العجل الساعة. دوستان این اسراف عمار مکان هست. کسی که در علوم غریبه هستش میدونه این چیه و خیلی کاربرد داره و کسی که بخواد طلسمی بنویسه یا هر کاری بخواد انجام بده باید اسراف عمار مکان رو انجام بده که خیلی
پایه اساسی هستش برای علوم غریبه و خیلی مهم هستش و این اسرافی که هستش خودم هم با همین اسراف عمار مکان انجام میدم و خیلی قدرتمند و قوی هستش. شما میتونین این رو تا 7 مرتبه بخونین یا 3 مرتبه، ولی اگر 7 مرتبه بخونین تا یه مدتی، اگر هر وقت که خواستین طلسم یا چیزی بنویسین 7 مرتبه بخونین، بعد از مدتی دیگه 3 بار بخونین کافی میشه دوستان. و این هم از اسراف عمار مکان. حالا در مورد 2 تا از اسماء ادریسی میخوام صحبت کنم دوستان که هیچ ذکر نمیشه و خیلی مهم هستش و واقعا کسی که بخواد به خدا نزدیک بشه و بخواد از مال دنیا بی نیاز بشه و عالم غیب برو گشاده بشه و پرده های چشمش کنار بره، با اسماء ادریسی میتونه این کار رو انجام بده و اسماء ادریسی خیلی قدرتمندن و خیلی از اساتید بزرگ علوم غریبه با همین اسماء ادریسی به درجات بالایی رسیدن و اینا رو کسی نمیاد بگه و اینها رو متاسفانه ناقص عرضه میکنند و به مردم میگن که این هم اشتباه و نادرست هستش دوستان. یک اسم در موردش میخوام بگم، میگه یا الله المحمود فی کل فعاله. دوستان این اسم خیلی اسم مهمی هستش برای، حالا اینجا من شرحش رو میخونم براتون. خاصیت اسم برای برآمدن حاجات و تسخیر خلایق، یعنی همه خلق و همه مردم به شما محبت میکنن و به شما دیگه بدی نمیکنن و همه دوست شما و با شما مهربون میشن. و میگه دفع مضرات و اعدا و هر نحسی و نحوستی که روی شما باشه از بین میره. شما باید این اسم رو هر روز 4044 مرتبه تا 40 روز بخونین و این اسم رو شما اگر هر روز 4044 بار تا 40 روز بخونین، این شرحایی که بهتون دادم اتفاق میفته و حاجاتتون برآورده میشه، هر چی که تو دلتون دارین، هر دعایی که دارین برآورده میشه. ولی بیشتر اینجا ذکر شده که برای کسی مثلا اگر کسی رو دوست داشته باشه، حاجت اینو داره که به کسی برسه، این حاجتش برآورده میشه. ولی من میگم که حاجت دیگه هم داشته باشه برآورده میشه دوستان. و برای اگر کسی میخواد این اسم رو تسخیر کنه و با موکلانش عهد ببنده که موکلانی خیلی قدرتمند داره و خیلی کارا میتونه انجام بده که دیگه جایز نیست به گفتنش، تا همینجا کافیه. و دعوتش هم بهتون میگم که این هم از اسرار مخفی هستش که عالمان اینها رو مخفی میکنن تا به دست نااهل نرسه و من هم امیدوارم که به دست نااهل نرسه انشاءالله. خب اسم رو شما باید اسم یا الله المحمود فی کل فعاله را باید تا 50 روز 10,000 بار بخوانیم. دیگه متوجه بشین دیگه، 10,000 بار تا 50 روز. و گفته شده زنهار که اسرار دعوت را بر هیچ کس نگوید. و دوستان این همینجوری نیست که برید شما یه جا بشینید و ذکر بگین، نیاز به مندل داره، چون که موکلانش قبل از 50 روز هم میان و برای به هلاکت رسوندن شما میان و اگر تو مندل نباشین کار شما رو یا کارتون رو خراب میکنن یا به شما صدمه‌ای میزنن یا احتمال داره جونتون رو دست بدین. پس باید خیلی احتیاط کنیم و هر وقت که ذکر رو میگیم باید داخل مندل باشیم و بیرون از مندل میایین باید آیت الکرسی بخونیم و به خودتون بدمین، فوت کنیم به خودتون و
بعد از 50 روز 2 موکل میان که خیلی قدرتمندن و با اونا باید عهد ببندیم و خاتم از اونها بگیرین و دیگه تمام اسرار عالم برای شما نمایان خواهد شد و شما از هر علمی و هر چیزی را که اراده کنین در کسری از ثانیه به اون علم خواهید رسید و این راز بزرگی بود که من به شما گفتم و انشاءالله که اونایی که واقعا علاقه دارن به این چیزا بهش برسن انشاءالله. و دوستان همیشه گفتم همیشه یک جا ناقصی وجود داره و من در اینجا هم یک ناقصی گذاشتم و خودم هم میگویم که ناقص هست. پس شما بدونید که بعضی جاها اصلا نمیگن که ناقصه، میگم که نقصش رو برطرف کنیم و اینم از این دعوتشم بهتون گفتم. دوستان من ویدیو زیاد نمیتونم بگیرم برایتون به خاطر یه شرایطیه که وقت نمیکنم بگیرم براتون و انشالله که حالا تا جایی که بتونم حالا وقت کنم یه ویدیویی براتون میذارم. و اسم بعدی میگه یا رحمان و کل شیئا و راحمه، همین دیگه، یا رحمان کل شیئا و راحمه. این اسمم خیلی عظیم الشأن هستش و برای برآمدن حاجات و محبت با محبوب 7 روز هر روز 2200 مرتبه بخواند و به نیت محبوب و یعنی ذکری که میگه باید به همونطور که گفتم به عربی باید بگیم مثلا به محبت مثلا فلانه فلانه به محبت فلان زایده فلان مثلا. و نوع دوم دیگهش برای محبت اینجوری هستش که شما باید یه مقدار گندم بیارید و به هر گندم این اسم رو بخونید و بدمید به اون گندم و وقتی که به همه گندم، حالا 1 مشت گندم کافیه و شما این 1 مشت گندم رو باید اول یک کوزه بیارین، کوزه آب ندیده باشه، نو باشه و داخلش آب بریزین و بذارین روی آتیش تا آبش داغ بشه و این گندم ها رو داخلش میریزین تا داغ بشه و میذارین حداقل یه نیم ساعتی به جوش آب و گندم ها داخلش بمونه و از این آب شما میتونین ببرین تو خونه مطلوب، بریزین تو خونه مطلوب جایی که پا گذاشته نشه و کمی در غذا یا شیرینی بریزین از این آب میل کنه و کمی رو روش بپاشین. دوستان اینی که گفتم یک محبت عظیم هستش که واقعا اون طرف بدجور عاشق شما و دیوونه شما میشه و نباید به حرام استفاده بشه چون گناه خیلی بزرگی داره. به خاطر لذت و شهوات 2 روزه این دنیا اون دنیاتون رو خراب نکنین دوستان. پس مثلا اگر مثلا نامزدی دارین یا کسی رو که دوست دارین و خودتون مشکلی ندارین و شما الکی از شما ایراد میگیرن و شما رو دوست ندارن و نمیخوان، با این روش میتونین محبت اون دختری که عاشقش هستین رو به سمت خودتون جلب کنین و این یکی از قدرتمندترین طلسم محبتی بود که بهتون گفتم. انشالله در ویدیوهای بعد به شما هم از این اسماء ادریسی زیاد میگم براتون، خیلی فایده دارن این اسما و انشالله که به دردتون بخوره. همینجا ویدیو رو به پایان میرسونم. یا علی، خدا.